در کار کنفرانس بین المللی تحت عنوان ذهن صنعی، علوم انسانی و پداگوژیکا در آسیای مرکزی، چالش‌ها و دورنما عالمان و متخصصان از دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های دولتی تاجیکستان، اینچنین کارشناسان از کشورهای خارجی قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، روسیه و لاتویه هم در شکل حضوری و هم طریق فاصلوی اشتراک نمودند. از جمهوری تاجیکستان نمایندگان اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو، روزنامه جمهوریت و یک قطار دانشگاه‌های پایتخت با معروضه‌های علمی برآمد کردند. همزمان در جریان کنفرانس به تشبث جهانی تاجیکستان در سمت تنظیم و رشد ذهن صنعی اشاره گردید. خاطررسان کرده شد که روز 25 ایول مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه تاجیکستان را تحت عنوان نقش ذهن صنعی در ایجاد امکانیت‌های نو برای رشد استوار در آسیای مرکزی قبول نمود. این سند مهم موقع پیشقدم تاجیکستان را در پیشبرد تکنولوژی‌های ذهن صنعی و بررسی پهلوهای اقتصادی و اخلاقی آن تصدیق می‌کند. در کنفرانس یکی مسائل مهم دیگری که در این جاده گفتیم بررسی شد این آن بود که آیا چگونه ما میتوانیم آن را در مکاتب عالی و مکاتب میانه و میانه مخصوصی جمهوری تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی تطبیق نماییم تا دانشجویان، خوانندگان و همچنین استادان بتوانند از آن ثمرناک استفاده برند. ابراز گردید که تشکیل چنین همایش‌ها با تحکیم همکاری میان کشورهای منطقه، مبادله تجربه و معین‌سازی سمت‌های نوی رشد ذهنی صنعی مساعدت نموده برای تقویت نیروی ذهنی جوانان و پیشرفت علم‌های گومانیتری در تاجیکستان امکانیت‌های نو فراهم می‌آورد.